ما حضور سلام و درود دوستان، ما حضور داریم در ناحیه رویشان در خانواده یکی از همکارانمان در حولیشون و من بیشتر میخواستم توجهتون رو به همین دیوار بیشتر روانه کنید. این دیوار سنگی است. شما میگویید خیلی بد چی؟ یعنی دیوار سنگی یعنی بد چی؟ فرقیت این دیوار از اون عبارت است که برای ساختن این دیوار نه بتون استفاده شده است، نه لای، نه یگان محصولات دیگر. تنها مهارت استا، مهارت سنگچینی هنرمند است که سنگ ها را بدون یگان رابطه دیگر، تنها رابطه فیزیکی، شاید از نظر قیره، شاید از شکلش بینابت گران چنان چیندگی هستند که اهل خانواده خبر میدهند که همین دیوار تاریخ بیش از یک عصر دارد، بیش از 100 ساله. و من از سبب این گزارش چی است؟ سبب اون است که ما باید در برابر هنرهای مردمی که ده ها صدها هنرهای مردمی زنده کردیم، من میخواستم سنگچینی را هم مثل یک هنری مردمی، یک هنری که آیسته آیسته از بین رفته ساده است، باید احیا کنیم. چرا؟ چون که تاجیکستان کشور کوهستان است، سنگزار است، سنگ زیاد دارد. ما باید از این شیوه بیشتر کار کنیم. زنده باد تاجیکستان کوهسار ما.